باری اول افتاب رو دیدم خیلی طعم خوش است. نزدیک خانه سیر و گشت داشتیم و اینجا یک دکور رو دیدم که هم محصولات هم سبزوات هم میوه هم میوگی و هم دانه و هم گوشت جویگوشت است و خواستم که چون بحث شما خیلی زیاد است درباره نرخ‌هایی که در تاجیکستان بودند و اصلا در ماه رمضان بودند خبر دارم خیلی نرخ‌ها آشکارا بالا رفتند ولی من میخوام اینجا با شما نرخ‌هایی که در آلمان هست من بگویم از پی این چیز میرویم. خوب اینجا دوستان گرامی اکنون شروع میکنیم. خوب ببینید چقدر نوع‌های گوناگون سیب اینجا هست که ما با شما با هم ببینیم. خوب آغاز میکنیم از همین سیب بالایی که خیلی صفتشون به نظرم بلندتر است. برای 1 کیلوش 4 یورو و 99 سنت یعنی این 5 یورو است. همین بودن نرخ‌ها برای همون سیب هایی که در بالا هستند. خوب اینجا سیب کبود است. این سمرینکا همون سمرینکا که میگیم اینجا هم 4 یورو و 99 سنت. این سیبایی که در بالا هستند. در قسمت پایانی اینجا ما نظر میکنیم خوب از نوک همین گونه نوک‌های عجیب است. نرخش 2 یورو و 49 سنت. این نوک بالا همین طور هست. خوب لیمون 1 کیلوش 3 یورو و 99 سنت 4 یورو است. خوب دیگر نوع‌های خوب اینجا ماندارین هست 4.99 سنت یعنی 4 یورو 99 سنت. خوب دیگر خوب درباره نیو میکنم اینجا تربوز هست اندلک هست اینها نرخشون نیستند و اینجا باز دیگر محصولات هست که 1 یورو 50. این شاید همین اپلسین هست که نرخش کمی دیگر شده است ولی اینجا 3 یورو 99 سنت این نرخی اپلسین است و 4 یورو 99 سنت این ماندارین. بعدا این از لیموهای سبز یک دونش 80 سنت است. خوب 4 مغز 5 یورو. خوب این باز یک محصول دیگر است نمیدونم چی. خوب درباره 4.99 در این رخی بالا من با شما گفتم. اینجا هست اپلسین نه اپلسین این بانان هست. بانان ارزانتر است 2 یورو 50 سنت و همین طریق ما با اونجا اومدیم که حالا توتی زمینی 6 یورو 5 یورو 99 سنت. اون ما نرخ در آلمان با 99 سنت درج میشوند. این با اون خاطر است که بله اینجا باید درباره بدن گفتیم 2 یورو 99 سنت است. خوب در این باره ما با شما گفتیم. خوب چی هست اینجا؟ اینجا علف هست یک بندش 1 یورو 49 سنت. پیاز هم هست پیاز 9 یورو 99 سنت 1 کیلو پیاز این خیلی پهم. خوب خوریچ 16 یورو 99 سنت. ولی دیگری هست اینجا زنبورو خوشتر خوشتر هم هستن 6 یورو 99 سنت. این خوریچ ها یا زنبورو ها خوب 17 یورو خطا نمیکنید. لوبیای سبز 9 یورو 99 سنت. کرمی این بوده کرم هم در تاجیکستان هم هست این 7 یورو 99 سنت. یعنی آنهایی که در اینجا زندگی میکنند باور کنید بسیار قیمت از گران است. پیاز خوب نرخش نوشته نشده است. خوب اینجا چسناک هست یک بانچش 1 یورو
99 سنت 2 یورو. اینجا هم پیاز هست، شاید همین نرخ باشد اما چیزی گفته نشده است. اما اینجا ببینم بادرینگ 1 یورو 79 سنت برای 1 کیلو است. خوب دیگر نمودی بادرینگ هم هست 4 یورو 99 سنت، حتی 5 یورو 99 سنت هم اینجا وجود دارد. خوب از همه عجیب اینجا چوکری رو ببینم رواج. اینجا میگه نرخش نیست. خوب ردیسکا هم اینجا هست 1 یورو 69 سنت. کرم گل کرم 2 یورو 79 سنت. خوب بعدا میرویم. خوب این محصول در تاجیکستان است، نمیدونم چی باشد این. خوب با اینجا میگذاریم. اینجا قلنفور است. قلنفور برای 1 کیلوش 1 یورو 79 سنت. دو خیل هست. این هم در این مسئله حالا ببینید اینجا با هر نوع قیمتشون خیلی بالا هست. از این بادرینگ که سیوتر هست 65 یورو 99 سنت. اینجا باشد بلغاری نرخش نیست اما فکر میکنم که گران است. ویولتا 599. خب از اینجا نگاه میکنیم 2 یورو 99 سنت است. این همون گفتم بلغاری هایی که سرخ هستن اینجا. خب فلفل قلنفور است 1 کیلوش 399 و همین طریق خبری میبینید خیلی قیمتشان بالا است. کدو 7 یورو 99 سنت برای 1 کیلوش. این هم از یک خلبانی هست که ما نمیدونم این رو چی میگوییم 6 یورو 99 سنت. خب دیگر بادرینگ هست، قلنفور هست، بود چی هست اینجا. کارتوشکا رو میخواستم ببینم، اینجا کارتوشکا نیست. خب باز با لبلبوی سفید 2 یورو 99 سنت. پیاز 4 یورو 49 سنت. اینجا بله اینجا هستند. کرم هست 2 یورو 49 سنت و این مثل ریسک هست اما سفید است 3 یورو 49 سنت. خب بعدا میگذاریم اکنون با قسمت کارتوشکا 2 یورو 49 سنت. این نشونه دارم چی است. کارتوشکای بهتر کلام دراز 2.99. خوب میگذاریم با پیاز 2 یورو 1 یورو 79 سنت هم هست. اون شاید دیگرش میشد. اینجا باز بست های کارتوشکا هستن برای 1 کیلوش 1 یورو 99 سنت. پیاز سرخ 2 یورو 49 سنت. پیاز بهتر این هم 2 یورو 49 سنت. یعنی ببینید کارتوشکا در براشلکای گفتیم خب 24 یورو 99 سنت. این همون رستنیه که برای مردم خیلی ضرور بود در وقتی نوش از یادم رفت. این در یادم اومد میدونم حتما سبزی هست 4 یورو 99 سنت. اما هست سبزی دیگر. این سبزی 2 یورو 49 سنت. سبزی زرد هم اینجا بوده است. این هم همون نرخ 2 یورو 49. خب کارتوشکای تازه تر 2 یورو 09 سنت. خب پیاز سرخ 1 یورو 49 سنت. یعنی طوری که میبینید اینجا همچنین زرین فروخته می شود. کبودی که برای 1
دونش 1 یورو 49 سنت چون کیلو نیست اینجا 1 یورو 49 سنت این خیلی گران هم هست و سبزی که با بندش اینجا حضور دارد 1 یورو 99 سنت. یعنی شما همه این رو علاقه دوستان گرامی دیدید و قیاس کنید کرد که چگونه فرقیت هست. تربوز هم اینجا هست. تربوز برای 1 کیلوش 2.99 کارتوشکا هم 2.99. خوب درباره این چیزها گفتم. اینجا در این کشور اینجا ببینید انگور هست. انگور 3 یورو 99 سنت هر نمودش. 2.49 نمیدونم چی باشه اینقدر سیاه. خوب زردالو هست 16 یورو 99 سنت. خوب 3 یورو 99 سنت شاید از همین چیزهای دیگر از باشد. خوب 14 یورو هم هست اینجا. زردالو چند نمودش هست. این زردالو هم ببینید برای 1 دونش 99 سنت است. این محض همین کیوی. خوب شفتالو 14 یورو 99 سنت. خوب دیگر اینجا دیگر انجیر ولی 38 و 99. اینجا همه حالاتو رو شما دیدید. شفتالی لوچک خیلی که بگیم این هم هست. این شفتالو 1 و 99 اما حالاتش بسیار هم خیلی خوب است. دیگر تربوز همین گونه الوهیده فروخته می شود برای 1 کیلوش 2 یورو و 99 سنت است. بار دیگر اینجا ببینید اینجا تربوز ها هستند که ما شما ببینیم. خب پرم کدو برای 1 کیلو 6 یورو و 99 سنت. برای کرم چی؟ برای کرم چیزی نوشته نشد؟ نه اینجا هست 2 برای 1 کیلو 2 یورو و 49 سنت. همین بودن اون نرخ‌هایی که من در بیرون دیدم دوستان گرامی. حالا داخل می‌شوم برای دیدن گوشت که چقدر مبلغ اینجا صرف شد برای 1 کیلو. مسئله که از همه ضرور برای ما گوشت است. گوشت گوسفند 1 کیلوش 13 یورو. از این پشت باشد 14 و 99. این ببینید نرخ‌ها عجیب هستند. گوشتی هست که 29 1 کیلوش 29 یورو 30 یورو حتی 19 و 99 18 و 99 8 و 99 9 و 99. یعنی این 99 اینجا با رسمیت در اومده و ما شما ما را خوب بینیم. اما مردم بسیار میخرن. گوشت قبولگاه چلی که میگن 1 کیلوش 44 سوم 99 است. 39 و 99 24 39. یعنی گوشت های خاص است. بیستاغان هست که برای دیگر چیز است. 1 کیلو 13 و 99. 13 و 99 11 و 99 گوشت 7 و 90 99 چینی هم هست 8 یورو 1,5 کیلو. بسیار تا آدم ها همین بگیرم. جگر 5 یورو 99 سنت 6 یورو 99 سنت. از گوسفند 6 یورو 99 سنت. از کو 5 یورو 99. خب دیگر چیزها هم اینجا هستن. Sen bana 10 euroluk torbalar beyefendinin benden. بگویم که مرغ 1 کیلوش 9.99 است. کوچه هم اینجا 6.99. Aynı iştük o da. یعنی خوب است. کلباسه هست اینجا هم تازه است. حلال است. از این بسیاری ها گوشت رو از اینجا میگیرن. خب این چیزی بود دوستان گرامی که من با شما در این لحظه ها دیدم. اینجا موهی هم هست. موهی برای 1 کیلوش 19 یورو 99 سنت. تشکر میکنیم با همه که بابا مونیانا شدن برای بناور گرفتن این لحظه ها و شما خود خوب تماشا کردید.
Острости, которые меня уже давно давно